لیسه‌گیر حرفه‌ای میشی تا آخر این ویدیو. اول از مرحله سنباده زنیش بگم، با سنباده 800 لبای کارتون رو بکشید و با 2500 دور کارتون رو مات کنید. این هم آستر دو جزئیه که 3 به 1 با خوشکن ترکیب میشه، زیر کارتون میخوره که رنگتون نه بعداً پوسته بکنه، زیر کارتون هم صاف در میاد. این هم از رنگ 21 که قبلا ساختید. 2 به 1 با خوشکن ترکیب کنید و با کارتک پلاستیکی یا همون کارت آبربانک شروع کنید به لیسته کاری. لیسته کاریتون رو دقت کنید، حتما به صورت تار و پودی اجرا کنید، چون که هم پوشش کارتون میره بالاتر، هم تو مرحله سنباده زنی آستر زیر کارتون به راحتی در نمیاد. 24 ساعت بهش زمان بدید و بعد با سنباده 3000 شروع کنید به سنباده زدن. لبه‌های کارتون رو قشنگ صاف کنید. این هم از پد متوسط و پولیش زب که تموم کننده کاره. اگه این اصول رو رعایت کنی، تو هم میتونی یه لیسه 100% محو بزنی، مثل اینی که داری میبینی. پیج منو حتما دنبال کن، تو با من یه لیسه‌گیر حرفه‌ای میشی. این هم از ضخامت کار که فابریک و درجه 1.